درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار 16. طواف یکم به پایان رسید. مطواف در حال مزد خدمت طلبید. با اشاره قاریه حاجی عبدالخلیل به او $30 داد. راهبلد ناراضیانه سر جنبانید و گفت که او مطواف عادی نیست بلکه سید است، یعنی از اولاد پیغمبر است. باز چند $. دادندش. سید باز چیزی گفت که این دفعه دور و دراز او به زبان ویران ترکی حرف میزد. من که در کنار دوره بودم و فضا از شور و ولوله حاجیان می لرزید، از سخن او اکنون چیزی نفهمیدم. نهایت بار سیوم پول گرفته به کیسه انداخت و دست به دعا برداشت. از در دیگری حرم به کوچه برآمدیم. دو طرف این کوچه هم از دکانهای بقالی، زرگری، بزازی پر بود. در پیش دکان چند کرسی خالی یافته نشستیم. قاریه فرمودند که کوکاکولا بیارند. کوکاکولا نوشاکی بد نبوده است. کارچلان ها رکلام ترغیب کننده آن را از هر گونه حد و حدود گذرانیده این آب خوش طعم را بدنام کردند. من و اسرافیل هم یک تای شیشه را از گلویش به گلویمان ریخته خالی کردیم. کوکاکولا را در اینجا به همین طریقه می نوشیدند. تیمور جان قاری و الله نظر قاری آبی میوه ننوشیدند. چرا شما نمی نوشید؟ پرسید اسرافیل. ما زمزم نوشیدیم، مدعیانه گفت الله نظر قاری. اسرافیل آهنگی ملامت آمیزی او را زود فهمید. یعنی که مسلمانان کامل در جایی که زمزم هست از همه گونه شربت دنیا روی می تابند. کمینه غوسه می خوردم که به همسفران زمزم را کمتر نوشید گفته نمی توانم. سالهای گذشته از استعمال این آب مبارک بسیار حاجیان از آستانه مکه مکرمه بیرون نرفته در همین جا پای دراز می کردند. حتی به میکروسکوپ با نظر عادی هم از رنگ تیره و بوی نچندان خوشی آن پی بردن ممکن است که در هر یک جرعه آن تخم چندین درد نهان است. صاحبان منزل عرض کردند که برای ما 2 خانه جدا کردند، یعنی همان خانه بدبوی سیاه که خوراک شام خورده بودیم، دیگر در آشیانه سیوم. سردار فرمودند که جوانتران به آشیانه سیوم برایند، زیرا برای موی سفیدان برا و فرا زحمت اضافی است. خانه بالا در ساخت مانند خانه پایان بود. فرقش این که نیم صوفه اطرافش بلندتر، هوایش تازه تر و در سقفش بادبیزک آویزان بود. تا برآمدن من و اسرافیل نیم صوفه ها را شریکان بند کرده بودند. بالین ها و کرپچه ها نیز تقسیم شده بود. ما در روی خانه حیران موندیم. پس از مدت 1 دانه بالین آوردند و ما هر دو به آن سر مانده در روی قالین نیم داشته بی پت دراز کشیدیم. در این سفر مبارک هر قدر زیادتر عذاب کشیم همان قدر ثواب میگیریم. من و خود را تسکین میداد اسرافیل.
این گپ ها را خودم هم می دانم. گفتم در دلم یاد دارم که قرآن مجید می گوید زندگانی این دنیا سرگردانی بیهوده، خواب و خیال است و بس، اما حیات آن دنیا برای بندگان پارسا پاداش مناسب خواهد بود. به این مضمون آیتی بسیاری می دانم، لیکن با وجود آن دلم خجیل، چون که قول علمای ما عادتاً یک است و کارشان دیگر. سرکرده های لشکر اسلام وقتی که آسیای میانه را ضبط کرده دین نو را جاری می کردند، به گوش این مردم شب را شب روز را روز نگفته تلقین می نمودند. های بنده های آسی، بدانید که مال این دنیا بقا ندارد. 1000 باغ و بوستان و تخت و تاج و خزینه و انبارتان به یک کاسه شربت 7 کوثر نمی ارزد. اما وقتی برگشتن هر چیز که به نظرشان افتاد ملایم کرده گوییم به یغما می بردند. سرکرده یک سو ایستاد، هر یک سربازی قطاری عرب از تاخت و تازهای دین جاری کنی اندر یک به مبلغ 30,000 دینار مال و پول غنیمت می آورد. این اندیشه ها را فقط از دل گذرانیدم، ولی به ملا اسرافیل گفتم کرامت کردی نایب الرئیسم. پس لطه را از میخ دیوار کشیده لنده کرده به بالای بالین گذاشتم. بالین بسیار سخت بود و سختی بدن زاچه را که به درونش ارمیده انداخته شیبه می کنند به خاطر می رسانید. به زودی خواب نامد. اسکندر را به صحبت جیغ زدم. نزدیکتر بیا عزیزم، تو کجایی؟ انا من جورا جان. چی میگویی؟ ها به دکتراشی آماده شده ای. نمیگویی که یک مسافری دور افتاده را اقلاً با عید تبریک کنم؟ عیدت مبارک جورا جان، فراموش کردم. تو بلاچه، امروز پگاه برایتان عیدی بهار، بعد عیدی خودت، یعنی عیدی مبارک قربان. عیدی بابایت، عیدی مامایت مرا آوردی که با من جنگ و جنجال کنی. بیرو بخواب. نه، اکنون نمی روم. تا همه ای گپم را نگویم نمی روم. تو حاضر در پای تخت دین مبارک ما گشته ای. باید که از این مورد مناسب نغزک استفاده بری. چی کنم جورا جان؟ یک تنیمته سوال دارم که با آنها فقط در مکه جواب یافتن ممکن. مکه مکرمه بگو. ببخش، مکه مکرمه، اکنون گپ زن. بسیار کسان دانستن میخواهند که چطور شده روایت های تورات و انجیل به کتاب شریف ما مسلمانان کشیدند. حتی نام فرشته های آسمانی، پیغمبران، شریک و پیروان آنها کشیده است. مثلا حضرت آدم و حوا، حضرت سلیمان، داوود، نوح، عیسی، موسی، ابراهیم، مریم، اسحاق، اسماعیل، الیاس و دیگران. فقط همین قدر تفاوت هست که نصرانی ها و یهودیان سلامان میگویند، ما سلیمان. مریم آنها به ما بیبی مریم، ابراهیم آنها را ما ابراهیم، ایلیا را الیاس، نوح را نوح میگوییم و غیره و هاکذا. اسکندر، با تو چی شد؟ میخواهی که من از این مسئله به کسی سوال داده پیش از مهلت به حضور منکر و نکیر حاضر شوم؟ به سوالات خودم جواب میدهم، چون که در این چند روزی با برکات با طفیل صحبت‌های علما معلومات هم در این ساحت دو چند بالا شده است. آیا میدانی که بخت گفتنی چیز اکثرا نامکمل می شود؟ یعنی کسی اگر از چند جهت خوشبخت باشد، از یک دو جهت دیگر البته نارسایی دارد. خپیستا، اینجا بحث نه، این به همه معلوم. انا پیغمبر ما هم در وقتش از بسیار جهت خوشبخت بودند،
لشکرکش و نوکر و ندیمانشان همه آدمان پخته و کار دیده بودند. حضرت علی بر این دامادی زور داشتند. دولت و سولتشان طبع دلشان بود. هر دختری که به نظرشان خوش رسید در حال به عقد نکاحش می درآمد، یا اینکه خیر شکن و مغزش بین کردن چه حاجت. خلص کلام از هر جهت خوشبخت بودن و از یک طرف نارسایی داشتن. در اطرافشان از ترجمان‌های زبردست اقلاً 2-3 نفر نبود که در اثنای ترجمه روایت‌های مشهور آنقدر هم بنده حرف نشده آزادتر، به عباره دیگر گوییم ایجادکارانه‌تر ترجمه کنند، تا که بعد کسی این روایت از فلان جا، این حکایت از فلان و بهمدان کتاب عیناً گرفته شده است گفته خردگیری نکنند. آیا 2-3 ادیب ممتاز نبوده است که به تورات و انجیل نظری نکرده به سر خود حکایت یا روایت ها بافد؟ بارک الله. پس چی می شود؟ روز رسد و مردم از تاریخ پیدایش روایت های مقدس پی برند، چی می شود می گویند؟ یا داری باری گفته بودی که خداوند در قرآن مجید نوشته است که قصه یوسف و زلیخا را ما ایجاد کرده ایم. بله، سوره 12 قرآن از داستان یوسف و زلیخا عبارت است که از تورات عیناً برداشته شده است. به تورات باشد از افسانه های قدیمه در آمده است. اما در آیت 3 این سوره گفته می شود که این بهترین قصه هاست که ما یعنی خداوند در قرآن خود کشف فرموده ایم. در آن طرف ها کلمه لاتینی پلاگیات که معنایش اثردزدی است از افتکار معلوم نیست. غیر از قرآن مجید و 2-3 کتاب دیگر دینی اثری نباشد، به اثردزدی چیکار دارد؟ خیر عزیزم، شبت خوش. فردا به کوه عرفات به روز عرصات می روی و تو را حالا استراحت لازم است. عرفه عرفات. قبل از نماز بامداد به حرم رفتیم. اطراف کعبه همچنان از آدم لیق پر بود. آب زمزم در تلاش. بین صفا و مروه یورش حاجیان ادامه دارد. صدای سیدان و حاجیان از سقف ایوان‌های بزرگ پیچ می‌خورد. اسب جواز که یک وقتها پیغمبران سرحوصله به حرکت در آورده بودند همچنان در گردش. آواز مؤذن و امام را هنگام نماز با رادیو دینامیکای پرقوت ترانسلیت می‌کردند. دینامیک ها در هر جای ایوان‌های درون و بیرون در مناره‌های بلند سر حرم استوار کرده شده‌اند. امام آیت‌ها را با آواز مقرری می‌خواند، ولی همین که الله اکبر گفت، مؤذن این 2 کلمه را از نو تکرار می‌کند. با آوازی بلند به آهنگی کششداری کدام یک سرودی حزینی ترکی در آورده تکرار می‌خواند. بدون آهنگ محزونانه هم در عباره الله اکبر اعتراف عاجزانه قوه الهی افاده یافته است. آهنگ کشال و پیچ و گردشدار و در انجام تدریجاً پس شده رونده مؤذن و این کلمات باز تابش التجا و تولا، اعترافی تا به درجه نهایت ناتوان و عاجز بودن انسان را علاوه می کند. دل آدم یقین بزرگترین ظرف است در عالم. شادی یا حزن را که گاها به دل می گنجد
هیچ ظرف یارایی گنجایش ندارد. وقتی که به منزل خود برگشتیم، دکان‌های تنگ کوچه ما بجز دکان نان بسته بودند. در دو طرف تنگ کوچه کت‌های چوبینی یک کاسه قطار گذاشته شده بودند. مسافران ادای نماز کرده به دوام دادن خوابی سحریشان آماده می شدند. همسفران من هم در یکی از گوشه خود دراز کشیدند. خواب گریخت، بیرون برآمدم. راستی اینجا را بیرون هم گفتن نمی شود. حولی های سیر آشیانه عرب ساختی عجایبی دارند. همین که از دروازه حولی در آمدید، روی آسمان را فقط از تیریزه می بینید. با زینه خاکی یا خشتی بالا می براید. بعد هر 4-5 پاغونده زینه به دست راست پیچ می خورد. در هر پیچی آن یا در طهارت خانه یا در آشخانه یا خانه استقامت واقع گشته است. در گوشه طهارت خانه از سمنت خمه ساخته آن را از آب پر کرده مانده اند. آب را یتیمان از کیم کدام محله از شای ارتزیانی با کشک می کشانند. همین گونه خم آب در پایگاه خانه استقامت نیز هست، ولی از پایان آن چومک آبگیری شینانده اند. آبی پرتو تک تک دیوار با جویکا جاری شده به یکی از طهارت خانه ها رفته می ریزد. به گردشگاه زینه مابین قبط 3 و 4 برآمده تماکو کشیدم. در دیوار سوراخی هست که خدمت تیریزه را ادا می کند و از آن نصف شهر نمایان است. در اکثر حولی های اینجا تیریزه نیست یا هست و آینه ندارد. در زمستان هم سرما نمی شده است، بنابراین حاجت به تیریزه نبوده است. شهری 1000 ساله جامعه کهنه را مانند می شده است که از پارچه های متاع نو یماق فراوانی دارد. در جای بینای 6-7 آشیانه سرخ و سفید قد بر افراخته است و طرحش ویله های دولتمندان امریکایی را به یاد می آورد. در اطراف وی حولی های پستک یک قبطه یا بالاخانه‌دار نیم خراب و نیم ویران. نسیمی پگاهی در تیریزه های ویله‌ای با حشمت پرده های ابریشمین را الوان می دهد. در حولی پستکک شورخاک دیوارهای فرسوده را پریشان کرده لباس های قشاقانه بطار آویزان را شمال می دهد. افسانه های 1001 شب شهرهای زمانی هارون الرشید به یاد می رسد. ظاهرا زندگانی مردم مکه مکرمه هنوز به همان طرز است که 1000 سال قبل از این بود. فقط آواز مؤذن با رادیودینامیکای امریکایی ترنسلیت می شوند. مسجدها و خانه های دولتمندان از چراغ الکتر منور. بجای اشتر و اسب و اروپا در کوچه ها سیاره های امریکایی در دو تازند. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 16